مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شام 21 آگوست سال 2024 در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخلی خبر داد که کارمندان میلیشیا منبع‌های پنهان شدن آوازه‌های بردروغ درباره گویا پیدا شدن جین در حدود جماعت به نام رجب اسماعیلوف در کنار شهر وحدت را معین ساخته چند نفر را برای پهن کردن این آوازه‌ها دستگیر کردند. در گزارش برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی لحظه‌های بازپرسی 3 نفر از دستگیر شدگان نشر شده است که یکی آنها ظاهراً ساکن جماعت به نام رجب اسماعیلوف بوده، نامش ذکر نشده است. او مؤلف نخستین ویدیو درباره پیدا شدن جین در وحدت است که در بین مردم پهن شده تهلکه زیادی به پا کرد، از جمله در بین 10,000 زادگان این منطقه که در مهاجرت کاری در بیرون از وطن قرار دارند. این جوان لحظه‌های شبانه در جماعت رجب اسماعیلوف جمع شدن ازدحام مردم را به نوار گرفته به برادرانش فرستاده است. او در ویدیو میگوید که روز 7 آگوست سال 2024 جین هنگام در علاقه گوسفند چراندن ساکن 19 ساله این جماعت جاویدان نصراللهیف گلوی یک گوسفند او را بریده است و صاحب گوسفند بعد دیدن جین و از تن جدا کردن سر گوسفند از زبان و حرکت مانده است. جوان دستگیر شده گفت وقتی که این حادثه را برای برادرانش به نوار گرفت هنوز از اصل واقعه پورا خبر نداشت و از اینکه این ویدیو در بین مردم پهن گردد سبب به ترس و تهلکه افتادن ساکنان شد، حالا اظهار پشیمانی میکند. دو جوان دیگر شاکروف محمد رفیع ساکن شهر وحدت و رجبوف شهرام ساکنان شهر دوشنبه با اتهام اطاعت نکردن به امر قانونی کارمندان میلیشیا دستگیر شدند. گفته می شود آنها هنگام تفتیش سندهای یک شهروند خارجی از جانب کارمندان میلیشیا وحدت مانع فعالیت خدمتی آنها شدند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی در گزارشش درباره این خارجی تفصیلات نداد، ولی قبلا در شبکه‌های اجتماعی ویدیوی لحظه بازداشت یک جوان سیاه‌پوست از سوی میلیسا در وحدت نشر شد. مؤلفان ویدیو میگفتند شاید همین جوان همان به نام جین است که ساکنان وحدت را چند روز باز به ترس و تهلکه انداخته بود. بعدا در شبکه‌های اجتماعی با تکیه به مقامات حفظ حقوق شهر وحدت معلومات نشر شد که این جوان سیاه‌پوست دانی نام داشته از کشور افریقایی اوگاندا بوده است. دانی از گرسنگی شبها در جستجوی نان یا یگان خوردنی دیگر به خانه چند ساکن وحدت در آمده است و گویا مردم او را دیده گمان کردند که در اینجا جین پیدا شده است. به بالای این یک دفعه وقت صاحبان خانه در آمدن او را دیده تعقیبش کردند، دانی چست و چالاکی نشان داده از بالای بام چندی خانه پریده فرار کرده است و این باعث شد که مردم او را به کنگوروی آدم سیما مانند کردند. معلوم نیست که دانی کی و چگونه به تاجیکستان آمده است، به چه سبب دچار چنین حالت طاقت فرسا گردیده حتی گرسنگی کشیده است، آنم در کشوری که مردمش با مهمان‌نوازی خود شهرت دارند. وزارت کارهای داخلی در گزارشش پیدا شدن آوازه‌ها درباره جین و به این آوازه‌ها باور کردن ساکنان را به خرافات پرستی و بی‌سوادی ربط داد.